فکتای لمیز یوسف آباد، بهترین پاتوق لمیز زادا. و دیجیش خوب. اون لمیز دیگه آبرومونو بردی. بابا اینجا پارتی بود تموم شد. ما میرفتیم کردان اگه میدونستم. با آبرومو بردی. با اختلاف بهترین شعبه لمیزه. ولی تا جایی که ما فهمیدیم خود بچه یوسف آباد متنفرن از این شعبه. چراش هم نمیدونی. اوه چقدر لمیز زاده. چی میخوری؟ مثلا بریم. چرا؟ بابا لپتاپ نیاوردیم. وای منم کتابمو نیاوردم. استوریو چیکار کنم؟ با این قاب و این قاب همه ی ادای استوری دارن بلا استثنا. امیر بله. به نظر تیم برای چی اینجاست؟ برای چی؟ عشق ابدی تو میتونی اینجا پیدا کنی. همین کارا رو میکنش که با اوکی نمیشه. والا مرتی که بی‌مزه. ولی هر جوری فکر میکنم صاحب اینجا باید سیگاری باشه. حرف فلکی نزن. چرا؟ بابا 3 تا جا برای سیگار داره دیگه. 1 2 تا 3 تا. چه خبره؟ خدایی راست میگه. و در آخر شما بگید که کدوم تراس بهتره. ببین اگه میخوای حالمون رو خوب کنی و انرژی بدی فقط فالو کن. فالو کن دیگه. لمیز یوسف آبادم اومدیم.